امارت اسلامی جناب حنفی سے محترم حضور دارند، بدری سے محترم حضور دارند، بلال سے محترم حضور دارند. در روزهای اول ما چوکی نداشتیم، در روی سبزه میشستیم و مجلس میگرفتیم و سنجش میکردیم که چه رقم ما بتونیم سکتور خصوصی خود حمایت بکنیم و مهمترین مسئولیت امارت همین بود که ما بتانیم نرخ اسعار افغانی را ثابت نگه کنیم. الحمدلله جناب رئیس الوزراء یک لفظ بسیار خوب استفاده کرد. گفت امارت اینقدر خدا نخواسته کمزور است که ما بشینیم هر کس دست میزنه در مسائل دادرسی ما و ما پول حل کردن نکنیم. یک سلسله الحمدلله در صنعت نوشنا رشد چشمگیری صورت گرفته که ما میخوایم آمار دولت ممنوع دوستا شریک بسازیم. ما در برنامه‌های وزارت صنعت تجارت به خاطر واردات و به خاطر ماشین آلات و به خاطر مواد خام یک سلسله ما اهمیت خاص قائل هستیم و مواد خام تعرفه‌اش خیلی به کمترین اندازه‌ای که توان است ما الحمدلله ساخته‌ای هستیم. البته 1% وزارت محترم مالیه و ما هم شریک شده عقدی شد ما دانستیم که 1% بسازیم. یکی از دستاوردهای بزرگ که ما دانستیم الحمدلله موضوع صنعتکاران در کشمکش بودن در این یک مناسب دوگانه است الحمدلله این موضوع حل شده. در سال 1399 ما به 224 فابریکه فقط 298 ماشین از طریق تعرفه ترجیحی و همچنان 626,820 تن مواد خام در سال 1399 تعرفه ترجیحی دادیم و در سال 14 برای 232 فابریکه و تعداد 85 پایه ماشین و به تعداد 757,000 تن مواد خام ما تعرفه ترجیحی دادیم و امیر الحمدلله در 14 سال یک برای 391 فابریکه ما به تعداد 552 پایه ماشین آلات که تقریبا از سال 99 و از سال 1400 چندین چند بالاتر است. ما ماشین آلات و همچنان 775,923 تن مواد خام تعرفه ترجیحی دادیم و در سال 1402 الحمدلله برای 614 فابریکه ما به تعداد 11,098 پای ماشین ما تعرفه ترجیحی دادیم و مواد خام داریم تقریبا 1,728,774 تن مواد خام ما تعرفه ترجیحی داریم. یعنی اگه ما میشه که ایشون پروردگار نظر به سال 99 نظر به 1400 نظر به 1400 دو چند بالاتر ما تانستیم که حمایت بکنیم فابریکای خود، حمایت بکنیم صنعت خود و احداث فابریکا را داشته باشیم. الحمدلله وقتی که فابریکه ضرورت به ماشین پیدا میکنه مراجعه میکنه فقط درش ماشین داده میشه و این شامل این فابریکایی است که جدید هم احداث شده الحمدلله و تقریبا در حدود در حدود 2000 شرکت ما جواز دادیم. 2 شرکت تولیدی البته بعضیش شرکت‌هایی بودن که تجدید کردن جوازشون و بیشتر 50% از این جوازهای جدید بودن که ما در بخش‌های مختلف الحمدلله جواز دادیم و یک موضوع ما یادآور میشیم ما سکتورهای خصوصی که سکتورهایی که خودکفا هستند که آمارشون جناب کمیندادر شریف ساختن ما کوشش میکنیم که کسایی که در سکتورهای خودکفای ما سرمایه‌گذاری میکنن ما تشویقشون میکنیم که در یک سکتور جدید سرمایه‌گذاری داشته باشن نه در سکتور خودکفای ما میخوایم که رقابت‌هایی که ناسالم است رقابت‌های ناسالم خود را برطرف
تحقیق باید رو شروع کنیم که سکتور مرداری باید سر پای خود استاد شد 98% 95% دوام میکنیم که این دو سکتور مرداری الحمدلله با پای خود استاد و در ولایت های دوردست ما رفتیم یک فرد بسیار با آسانی یک منظم یک برنامه الحمدلله فرق مرداری را دارد که این روز تقریبا همه کس بیش از صدهای خود که همیشه مسئول باشند همیشه در برنامه ها هستند به خاطر رشد صنعت ما به خاطر تشویق صنعتکار ما اینجا حضور پیدا کنند. موضوعات مختصری به خاطر وقت طولانی نشه موضوعات مختصری که خدمتتان عرض میکنم برنامه های امارت است ارتقال صنعت و تجارت و سکتور خصوصی افغانستان و حمایت از صنعتکارای ما شما حمایت از برنامه های سکتور خصوصی حمایت از اینکه ما بتانیم با امید خداوند بتانیم افغانستان خود به طرف خودکفایی بریم. دوستایی که حضور دارند یک سال قبل ما یادآور شدیم که ما افغانستان خود آبادی میکنیم یک میخواهیم که انقلاب صنعتی بیاریم. اکثر دوستان موافق بودند اکثر دوستان موافق نبودند. امروز الحمدلله ما واقعا شاهد از هستیم که صنعت ما صادرات ما تولیدات ما هم پیشرفت دارد و هم رفته به طرف کیفیت. اینجا دوستایی هستند که از سازمان بین‌المللی استاندارد به نام آیسو در پهلوی ما هستند ما را حمایت میکنند سکتور صنعتی ما را حمایت میکنند و همیشه تشکری دارند که افغانستان هر قدمی که بیشتر میرود رفته رئیس به طرف خودکفایی و همچنان از دیپلمات‌های کشور قرقیزستان تشکری میکنیم تشریف آوردید محفل ما از سفارت محترم آذربایجان تشریف آوردید بسیار تشکری میکنیم رئیس محترم تلویزیون ملی تشریف آوردید بسیار تشکری میکنیم از همه دوستا و برادران. امارت اسلامی بعد از فتوحات بعد از قربانی های واقعیت بیشمار بی‌نظیر کم نظیر که در دنیا شاید نظیر در وقت صحابه یا چند وقت محدود دیگه پیدا باشد. یعنی الحمدلله برنامه‌های مجللی که امروز می‌بینید در هر پروگرام امارت الحمدلله بمی سخت و بمی سویه پیش میره. این با قربانی مجاهدین سربکف افغانستان در دو دوره آمده دوره اوساس و دوره 20 ساله اشغالگران امریکایی است. امارت اسلامی جناب حنفی سے محترم حضور دارند بدری سے محترم حضور دارند بلال سے محترم حضور دارند در روزهای اول ما چوکی نداشتیم در روی سبزه میشستیم و مجلس میگرفتیم و سنجش میکردیم که چه رقم ما بتونیم سکتور خصوصی خود حمایت بکنیم. حتی ما حاضر یک صحنه جناب حنفی سے تشریف آوردن روز جمعه بود ما معلوم نبود در کجا بودیم که خودشان یک مجلس گرفتن در سبزه دروازه خود در سبزه وزارت صنعت تجارت را جمع کردن در دورشان مسائل سکتور خصوصی را الحمدلله روز به روز دانستیم که الحمدلله حل بکنیم. بزرگترین مسئولیت و بزرگترین و مهمترین مسئولیت امارت همی بود که ما بتانیم نرخ اسعار افغانی را ثابت نگه داریم. شاید نمی‌فهم دست داخل بود یا خارج بود یک روز افغانی ما از 82 یا 83 در 130 افغانی رسید. اگر خدا نخواسته و خدا نخواسته جلو گرفتن میشه
سلسله زیادتر حریص هستند. کارهای بیشتر اولش وزارت صنعت و تجارت تعریف کردن به خاطر ما مسئولینش هستیم، خوب نیست. صدها دستاورد دارد. وزارت زراعت صدها دستاورد دارد. وزارت مالیه صدها دستاورد دارد. تمام سکتور خصوصی که با ما هستند و شمول کمیسیون اقتصادی صدها دستاورد دارد. حقیقتا با مو برنامه‌ای که ما بتونیم همه دستاوردها را یادآور شویم واقعا نمی‌تونیم. یک قصه از جمهوریت قبل می‌کنیم. یک کسی بعد از اینکه می‌خواست رأی بگیرد از وکیل صاحبان محترم شاید یک نیم ساعت یا 2 ساعت بحث کرد که ما افغانستان میبریم به طرف دفاعی، ما میبریم به طرف معدنسازی، ما میریم به طرف میکانیزه سازی. وقتی در عمل آمد بعد از یک هفته یک نیم هفته استعفا کرد پس رفتن بیکار. امروز کسایی که امروز به دست خالی سان پروردگار اسمی که دکتر سید نظری یادآور شدند که روز به روز الحمدلله رشد اقتصادی است. ما در این هفته قبل جناب آقای سید برادر یک فابریکه 2 فابریکه را احداث کردند، افتتاح کردند. ما خودم یک فابریکه را افتتاح کردیم و فابریکه‌های زیر کار بودند. ما خودم از شهرک صنعتی هرات رفتم دیدن کردم. احسان پروردگار روز به روز تجارای ما، صنعتکارای ما، سرمایه‌گذارای ما، دوستایی که در کشورهای خارج بودند و می‌ترسیدند از اینکه ما چه رقم سرمایه ما را بیاریم در افغانستان، امروز روز به روز الحمدلله جفت در جفت آماده هستند و در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند. این علت شدیدی که جناب شیخ صاحب محترم امیر مومنین در حضور خود ما یادآوری شدید بود که به تمام ملت خصوصا در سکتور خصوصی ما خیلی آسانی پیدا کنیم، آسانی را بیاریم. لفظ حدیث مبارک بر ما خودش یادآور شدند که یسیروا ولا تعسروا، هیچ گاهی سختی هم را شما نکنید. دیگه دوستان الحمدلله امین صاحب و بلال صاحب حضور دارم. حمایتی که از سکتور خصوصی گرفت، ما خوش به این بودم که کمیدار صاحب محترم یا کم و حمایتانم گرچه در برنامه‌های کسی که نتونه بستند و تمام در سکتور اصناف 2.5% مالیه میداد. هیچ قابل پرداخت نبود. تمام داراییش میداد که هنوز هم کافی نبود و به 0.5% رسید. حالا در بحث این که ما 0.5% چه رقم بتونیم به سهولت ایراد پیش از جنبای دوستا هماهنگی کرد و بتونیم که حمایت کنیم اصناف خودم.